یا چطور عشق متنرسی هستم. امروز اومدیم پارت 2 اسم ماینکرافت رو براتون اجرا بکنیم. مرسی بچه‌ها دوستان که انقدر سریع این ویدیو رو بالا 3 تا عدد 3 رسوندیم. چون من پارت 1 هم گفتم این ویدیو اگه 3 تا ویو بگیره میریم برای پارت 2 و ما هم امروز بالاخره اومدیم پارت 2. بچه‌ها امروز با یکی از دوستان من اسمش مامان هستش، الان اون فیلم برداره. بعد با هم وصل بشیم و بازی کنیم. واسه ماینکرافت. خیلی خوب، دوستتون دارم. به کانال سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو بزن که هر موقعی گذاشتیم با خبر بشین. مرسی. بریم سراغ ادامه. خیلی خوب دوستان، ما اومدیم الان. بچه من یه چیزی رو بهتون مطرح کنم. ما الان داریم تو موبایل بازی میکنیم، داخل پی سی نیست و ممکنه من هی دستم هی اینجوری بیاد جلو دوربین. واسه میگم شرمنده، منم سعی میکنم که دستم نه اینجوری. واسه این موضوع مطرح کنم. خیلی خوب، این ماهان. خب آقا اومدیم سروایول بریم که یه سروایول اینو ادامه بدیم، چوب موب بزنیم، بعد یه خونه نقلی هم بسازیم که شب مابا نکشنمون و راحت زندگی کنیم. برو بریم سراغش. آره ماینکرافت رو دوست دارید و بازی میکنید این ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها حتما بگید. البته بریم که چوب جمع. خیلی خوب بچه‌ها، من اول یکم چوب جمع کردم، میدونم خبرم ساختم. ماها میره چوب جمع کنیم چون ما شب نیاز به تخت خواب داریم و من این دوستان بکشم که روباه میاد میزن ما رو. مان این وسطش خاموش بشه چی؟ مطمئنی؟ شارژ گوشی داریم، شارژ گوشی هر دومون کمه. من تو شارژ دارم بازی میکنم، واقعا خطرناکه تو شارژ بازی کردن. این کار رو نکنید. بعدش مامان اگه صداش نیامد داشت میگفت که بچه‌ها صدامون تو کمه به خاطر این صدای ماینکرافته و ما باید بلند صحبت کنیم و اینم یادم میره که بلند باید صحبت کنم. یه بار بعد امتحان کنیم ببینیم صدامون میاد، چون همینجوری اومدیم رکورد کردیم. اصلا اونم میکشه ما رو. آره میدونم. میکنم. ولی حاجی یه دونه گوسفند کلا پیدا کردم که اونم کشتمش و یه پشم داریم. بچه‌ها پشممون اینجا هستش. این قسمت خب آقا بلزورش کنارشون هستش. شروع کردن ساخت خونه. منو فقط گم نکنی. نمیدونم گمت کردم یا نه. بله خوب. حاجی سگ. بابا با تو چیکار داره سگ؟ اونم ولف، سگ نی، یعنی گرگ. آره من بهش میگم سنتی سگ دیگه. حاجی من کلا یه دونه پشم تونستم اون تو دوستامو ساختم. اول خونه منو پیدا کنی. یه علامت نمیتونی بذاری؟ علامت که تو اگه منو پیدا نکنی علامتی تو کمکی نمیتونی. ببینم بالا این تپه ها ببینم. این مشکل بچه خیلی هستش که آدم ها وقتی با هم مثلا آره آدم ها مثلا وقتی گم میکنن، وقتی با ماینکرافت وصل میشن خیلی سخت واسه پیدا کردنش. فکر کنم ماهان دیدمت. نه تو نیستی، گمت کردم به طور کاملا واقعی. نه نیستی تو. بذار ببینم. بعد چی اینقدر دور شدی؟ بابا من دیگه یادم رفت. باشه من ویدیو رو حساب میکنم ببینم میتونیم هم دیگه رو پیدا کنیم. آقا جان ما خونه رو پیدا کردیم. اینم منم که دارم شروع میکنم بسار. خب مثل تو هم پیش من وایسا تا خونه رو بسازیم. آجی من تخت خیلی برم اشکال نداره، شاید بدون تخت.
آره ولی بچه دیگه ما نمیتونیم دیوار بکشیم. من نقشه بود به ما میگفتم که این وسطش یه دیوار مانند بکشیم، همچین چیزی بشه دیوار. باش یه طرفش برای من باشه یه طرفش برای ماهان. خواستیم یه دیوار مانند بکشیم. آره چون موقع فضا خیلی کوچیک میشه برای دوتامون و دوتامون همینجا نیاز نیست دیوار بکشیم زندگی میکنیم. میدونی گوسفند من فکر کنم پیدا کردم، زیاد دور نمیشم نگران نباش. یه گوسفند دیگه هم پیدا کردم. گوسفند جون خودی این چیزی پیدا کردم خیلی آخه خوبه اینجایی نه. 2 تا پش 3 تا پش میشه یه تخت داره بچهشه اینم خودش. با پر میتونیم پش درست کنیم؟ نمیدونم. نه بابا نمیشه. یه دیگه چرا بازی کردم اصلا. بنظر من میشه چون نیستش. چرا اون وسیله بود بلند صحبت کن. من دنبال این میگم اینی که این دیگه است. بچه بازم میگم ببخشید این انگشت ما هی میاد میره به این نیازه شکستش نمیخوایم این بابا به جاش گوسفند داده. بابا پیدا نمیشه به خدا داره تازه افتارن بعدم باید بریم دنبال ویلیج. آره صبح باید پاشیم ما چیز بکنیم فقط. چی میگم؟ نه دیگه اینجا این قسمت فقط خونه میسازیم. پارت بعد بریم این کار رو بکنیم. نه چرا؟ یه دقیقه وایسا. خیلی خوب بچه خونه رو کامل در نور نداره شم و اینا نیست. اون چیزه کو؟ بیا داخل خونه. وایسا بیا داخل. نه بیا داخل. در بساز. با چیز در بساز. بابا باید برم شون دیگه. ببین بیا داخل. اینجا هست. من هیچی نمیدونم تو خونه. میشه یه دقیقه بیای داخل؟ میشه یه دقیقه تو بیای اینجا؟ بابا جان میگم تو داشت اول میگم هیچی نه. آقا جان بیا فقط پشتم بیا. ها؟ پشتم بیا. فرار کردم برو داخل خونه. هیچ وقت به رفیقات اعتماد نکن. متی خیلی نور کمه. بزنم؟ یکی شد. اینجا ایرانه. من دارم میمیرم ماهان. من مردم. چرا نمیشه؟ الان مردشون. بزن ببین کجا میه. ناش بغل خونه خدا. یعنی حاج کلیپر اون طرف هست. آقا در بساز. من الان بازم زامبی. من میگم این تخصیص خیلی مهمه. من میگم چطوری رفتو. بابا فعلا بیا چوب بزنیم به نظر. بابا بیا من شمع پیدا کنم. شمع آتی سوال میکنیم نداریم. هیچی نمونده بچه برام. متین ببین خب من میدیم چرا؟ نه نمیبینمت. بیا دقیقه تو خونه ببینم کجایی. بابا بیرون خونم. ببین اینجا بالاش انگلیسی نوشته. من تو نمیدونم. تو اینجا اینجوری چوب گذاشتی چی نمیتونم بیام بیرون. یه دقیقه بیا بیرون. بیا این طرف صافیه. همون صافیه. یه دقیقه الان بیا به من.
آقا بیا. جان میگم هیچی نمیبینم. بیا به من، بیا اینجا، بده من. این کوبه رو کی گذاشته؟ بیا. بیا. آقا بذار من با همین بازی کنم. وای منو فقط من حالا این بلاکا رو بگیر. کجایی؟ زیاد میاد جلوی دوربین واقعا دست خودمون نیست. کریپه فقط اونجا هست. بیا بخونه بیا بخونه. نه یا تو هیچی نمیدونی. نور گوشی کن. خب متین 11 دقیقه الان فیلم شده. میخوای واسه این پارت بستش کنیم؟ من میگفتم اگه در رو میساختیم خونه کامل تکمیل میشه. چون متین الان واقعا شب ما هیچی نمیبینیم. به نظرم ویدیو رو تمومش کنیم. بچه این شارژر گوشی متینی که داره با متین داره گوشی شارژ میکنه. بیا یه دقیقه من در گذاشتم. بذار خب داخل یه دقیقه ویدیو تموم کنیم. خیلی خوب بچه‌ها امیدوارم از این پارت ببخشید. امیدوارم از این پارت خوشتون اومده باشه. متین خداحافظی کن بچه‌ها. بچه‌ها خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو بزنید که هر وقت ما ویدیو گذاشتیم با خبر بشین. تا ویدیوهای دیگه تا ویدیو دیگه بچه‌ها پارت 3 رو من نیاز نیست ویدیوی چیزی بخوره. پارت 3 رو من حتما براتون میذارم. بله هر وقت ما تونستیم براتون پارت 3 رو میذاریم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعد خدا یار نگهدار. بای بای.